این صدای چی است؟ این صدای خوراک است کو؟ از غیب صدا شنیده ایستاده مراد؟ خوب کن. کی است در اون حجره؟ این کی باشد آخر؟ شوکت نازیه جان نکو به قرار به چیکار میکنی؟ شوکت نازیه جان ببین حالا هم نازیه میگوید شوکت بیدار شو. نازیه جان پشتم کم ترک مساج که پشتم دار کدیسه. شوکت بیدار شو. لا حول ولا قوة الا بالله. تو بی عقل بودم ایخی بیدار میکنی. شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ کانی تیلا کفته استه بودم. بدبخت خواب بودم کوری نمیبینی؟ خواب بود است. تو چخیر به این خانه در آمدی؟ شکافی درکتی. یا خدایا دولین این پس شده. چی شد حیران شدی ها؟ ما این اصولای درکشوی را ای برادر ما کلتکیلس آموخته. حالا هم کلتکیلس میگوید. کنی خیز رو از اینجا زود. ای مرک اکو خونه و در تا ای دیوان تا خورده من بدبخت. آسیا به نوبت ایازی کار رو دمو میغلطه. به خاطر یک دوست داشته برادری را فراموش کرده استه. چی ها میگویی؟ چه خیل دوست داشته؟ زینب دوست داشته نیسته؟ زینب؟ ها این خیل نگو شوکت. دختری بیچاره از پشتم میدود که این برای من مقرری است. این مقرری است دختری بیچاره میدود. گویا دوستش نمیداری ها؟ شوکت میدونی که مگر من با جز زهرا هیچ کس رو دوست نمیدارم. حالی بگو زهرا رو دوست میداری؟ خدا رحمت کنه زهرا را. من سری خوابم بگیرم میخیزم میرم. چیکار کرده ایستاده ای تو؟ بخیز. اگر تو را اینجا ببینن چی فکر میکنند؟ چی فکر میکنن؟ میگن در خانه برادرش کلتکیلس خوابه تموم. برادرم کیلس گفته ایستاده ای کو؟ دیوانه از من دور شو. دیگر چی میخواهی؟ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است این کیلس بودن این تو را بجز شوکت کسی نداند. نه خورترین توکل هم نکن. فهمیدی؟ پلیس فکر میکند که کمیسر اونال را من کشتم. اگر فهمن که من کلتکیلس هستم من را به حبس میپرتویند. فهمیدی؟ برای همین از من دور میگردی شوکت. دور نمیگردم. تا جان در بدن دارم گیزی تو میگردم. یک حیات میگی دور بگرد. یک وقت امامی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. معلمی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. حاضر کمیسر شدی شوکت دور بگرد. دور نمیگردم. میستم جام تنجا میستم. نه من با تو کاری ندارم. به این هم کمیسر زبید نسبت من شبهه دارد. دیگر توکل کرده نمیتوانم. شد از تریزای پشت برآمده رو. خیز زود باش. این مرا هر یک خونه پیش کردگن که خونه تو چیه؟ زود باش. خوردم خونه تا. یک بار دیگه من حیات دارم پیش تو بیام. بوی لباس را بیهوده آوردم. بین باز جزدانش رو هم آورده است ها؟ در رسانه خواب میکنم پیش تو نمر سرخم نمیکنم. بینم زود باش. ولی به من کلرده شوم حیوان. دیگر با من زنگ نزن. برگم شب شاد ندارم. آخر من از این دردی سر خلاص نمیشده باشم. یا خدایا یا رسول خدا. با خیر از هجری چقدر سراستی مستی؟ خانه‌دار میشوم مراد، خانه‌دار میشوم. خانه‌دار میشوی؟ بسیار خوب، مبارکت باشد. رحمت خدا از تو راضی باشد. نهایت پدر و مادری سنم قبول کردند. تنها باید پدر و مادری خودم رو راضی کنم. اوه میشود قبول میکند اگر طرف دختر قبول کرده باشد. حل از کار. ان شاء الله مراده. اگر والدانم را راضی کرده نتوانم دیگر پدر و مادری سنم برای خواستگاری سنم اجازت نمیدهند. برای همین باید والدانم را راضی کنم مراد. دعا کن که والدانم قبول کنن مراد. انشالله هجری انشالله. با امر خدا همش خوب میشود. فهمیدی؟ تو بسیار فکرشو نکن. خیر، روز بخیر. مراد یک چیز رو پرسم میگویم.
медони дишаб санам барои ман хавотир шуда ба ту занг задааст. ту бошӣ гуфтае ки ҳиҷриро дар роҳ дида бо суҳбат кардем, аммо ман ба ёд надорам ки дирӯз бо ту вохӯрда бошем. Мурод, бале, санам занг зада хавотир буд. ман бошам барои ором шуданаш ин хел гуфтам. ин кӯмаки туро чӣ хел бармегардонам комиссар Мурод? баъдан бармегардони ҷанговар. чӣ хеле набошад зуд ва мехӯрем. гуфтӣ ки зуд ва мехӯрем. Мурод, бо ин гапа чӣ гуфтан мехостӣ? медонам ҳиҷрӣ, ту фикр дорӣ ки чаро туро ба полис надодам, вале инро ҳаргиз ба ту намегӯям. ба ту гуфта наметавонам ки домрозиё ҳастам. чеҳраи маро дидаӣ Мурод? ҳиҷрӣ буданамро фаҳмидӣ, барои ҳамин ба ман ёрӣ медиҳӣ ё ин ки танҳо ба ҷанговар кӯмак мекунӣ? ба хайр аст? ба фикр фурӯ рафтӣ? ҳа, бале ҳамин хел. охир ман дишаб ба хона дер омадам. як масъалаи муҳиме буд. чӣ масъала буд ҳиҷрӣ? мо барои чӣ ҳастем агар ягон ёрӣ ба ту лозим бошад? Не Мурод, масъаларо ҳал кардем. хуб, тамом. хайр, дар амони худо бош. майлаш, раҳмат. саломат бош. майли, худо нигаҳбон. раҳмат. ҷанговар, ту ҳам мисли ман ҳастӣ шогирди азизам. кори ҳардуямон душвор аст ҳиҷрӣ. ҳамкор, ҷои кор биё ки мудир пурсидестай. мудир? ӯ боз додувой мекунад. ҷанговарро дастгир накардем ку. аниқ сарзаниш мекунад. марда як амалиёти муҳима барои ми пурсидестай. тезтар биё. чӣ? амалиёт? чӣ хел амалиёт? аз куҷо медонам аз кадом музеи асарҳои тарихиро дузидане? тезтар бихе биё, худат мефаҳмӣ. рабудани асари тарихӣ? шуд. тамом, ҳамкор, меоям. хайр. асарҳои тарихӣ гуфт калтакил аст? кӯбурем яке ягон чи насиби мо мешавад? бузурге гуфтааст бани одам аъзои якдигар аст, лекин бикӯи дар дарунаш як хеле шеринар аст. акӯи аду бадбахташ бепадар аст. шавкати бехона имшаб дар бадар аст. намешава, гуфтам намешава. تو خودت فهمیدی چی میگویی؟ من خانه او برای خودگاری دخترش نمیرم. ای پدر دخترشان رو میدهن، چرا شما نمیخواهید؟ خواب تا نخواهنتم با کار نمورم. ای مادر، اقلا شما یگان چیز گوید؟ آخر یک بار اگر رفته سنم رو خودگاری میکنید کار تمام؟ اوخی بچم خیل نگو تو. اوخی گواره بخش کردگی قطیش. آخر مادر چه خیل گواره بخش؟ دائم همین رو بهانه میکنید. آخر دخترشان رو با من میدهن، شما رفته تنها خودگاری میکنید تمام کار. تو چه خیل مرا گذاشته دیگر کس رو انتخاب میکنی ها؟ من اون انتخاب کردت رو گرفته زیر پایم مجق میکنم. ای اوچه بابا، از برای خدا گوش کنید. اگر سنم رو رفته خودگاری نکنید دیگر دخترشان رو با من نمیدهن. آخر چرا این خیل میکنید؟ چرا مرا نمیفهمید؟ شما نمیخواهید که من خوشبخت شوم؟ نمیرم، گفتم نمیرم. چی شما مرا مجبور کردید؟ نمیرم. بچه من او دختر همچون کلم قبول کردن نمیتونم. چند بار گفتم چی من نمیفهمی؟ این کارتان گناه است میدانید؟ توبه یا خدایا. بفرمایید نوشی جان. مرحمت گیرید. استاد، اگر یگون بچه عروس ما گپ تیه باید من چیکار کنم؟ باز میپرسی مگر خورش رو میکنی؟ استاد، ای چشم تنگ عروس تیه گپ دادیسته. چی گفته ای سوده ای تو ها؟
هیچ کس با دوست داشته من گل دادن نمیتواند. ملیس، این ابله تو را ناراحت میکند؟ کمال، هیچ کس مرا ناراحت نمیکند. لطفاً دیوانگی نکن. این احمق شما را ناراحت میکند خانم. تو چی گفته ای سودایی؟ شد یگان جنازه خانه فریاد که اوزی استاد قوری را میکنه. من استادم قاتل نشده یاری تجلی را جیغ زنیم. ملیس، تو با یک کنار برو. با یگان کنار نمیروم کمال، فهمیدی؟ نمیخواهم که اینجا بجنگی، رو در دیگر جا بجنگ. به این هم این جناب مرا ناراحت نکرده است. اینجا تنها تو مرا ناراحت میکنی. خانم ملیس، فهمیدم. این احمق شما را وقتی زیاد است که ناراحت میکند. شما پروا نکنید، من جزایش رو میدیم. تو جزای کی رو میدی لعنتی؟ تو قوه یک مشتی مرا نداری. بسیار واهمه نکن. این چی است؟ واه айкунфу ҳам доштайку. او айкидо 3 карате 7. اوهو ای бой без правила ҳам доштасти. бо чӣ намуд дора? این آدم همه چیز رو داشت است. این ماشین آدمکشی بوده است. چی شد؟ ترسیدی کمال؟ چرا من از این سرتیفیکات های تو میترسیدم؟ بس کنی، از افتاد معلوم است که سخت ترسیده ای. باز وایمه میکنی ها؟ خانم ملیس، این ابله روزانه؟ تو کی رو میزنی ها؟ ба полис занг занем ё ба ёрии таҷилӣ? برای بیاری تجلی زنگ زدن وقت نداریم. اجازت نمیدیم که استادمون مراد. استاد استاد جنگ نکن، باید زنده مانیم. ما با جای تو میجنگیم استاد. تو چی خیلی استاد هستی ها؟ خودت میترسی شاگردانات رو با من جنگ میاندازی ها؟ رها کن کنی؟ نه استاد، این آدم با خود ممکنه که را بکشه. بس کنید سر دهید. یک طرف ایستید. ایوا تخیکای کونفو. ایوا پریومی پاندا. آخر لطفاً خواهش میکنم کمال را نکشید التماس. خواهش شما بر این یک دختر برای من مثل امر است. در حق او دعا کن. نمیکشم تو را، ولی کمتر لطوکوب میکنم. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. استاد این فتشا بوده کو؟ باز من فکر کردم که حقیقی است. خوب هستید. ملیس جان، این ابله رو گذارو رفته با من یک چای کبودی تلخ بیار. تو چای کبود میخواهی جانم؟ حاضر میارم، منتظر شو. آنا با تو چای کبود. استاد خوب هستی؟ خوبی؟ سازی؟ استاد؟ کمال؟ در کجا هستم من؟ شما کی هستید ها؟ مایم شاگردت ماکس. یه من در کجا هم؟ این دختر کی است؟ در دست چه روز کوراتکو است؟ سر من چرا درد میکند؟ با سرم تو زدی مگر؟ کمال تو دختر گفتی؟ من ملیس هستم. ملیس هستم. ملیس کی است؟ استاد بچه استاد پمه چای دست داد. یا باید زود بیمارخانه بریم. رفتیم استاد. رها کنید اخی. بیا ممکنه که گذرت شنید. گوش کن مراد، از پس نفرانی هستیم که اثرهای تاریخی را دزدیدند ولی تا حاضر آشکار نشدند.
وظیفه ما این انگشتریه که از دوران بیزنس مانده است از دست آنها گرفته به آثارخانه باید گذاریم. برای همین آنها را باید در بالای جنایت دستگیر نماییم. مراد، تو نقش شخصی ثروتمنده که این انگشتری را از آنها خریداری میکند بازی میکنی. ما همراه زبید تو را از نزدیک نظارت میکنیم. در بدنت یک اسبابی خردی گوشکنی میگذاریم. تو مرا فهمیدی؟ اطاعت سردارم. جنگاور را از دست دادید. اگر این بار هم خطا کنید نمیبخشم. فهمیدم سردارم. تمام. تو هم فهمیدی؟ فهمیدم. من مردکم رسم بته بینم کو. اوف، هجری کجا شد آخر؟ یا اینکه دیگر نمی آید؟ کنی هجری زودتر بیا، من راز این عذاب نجات بده. آخر میخواهم تکبیریان حسیبداری با لذت تو را بخورم. آن خوراکی در نزدت بوده رو میخوری، همین خیلی قادر همش رو بخور. بیهوده هیچ هوس نخور. پدر و مادر آن مؤذن برای خواستگاری دختری من نمی آیند، خودت میبینی. اومد هجری؟ کجا شده هجری؟ زود یک تکبیریانی با حسیب آماده کن بخوریم. چه خیلی تکبیریان با حسیب پدر جانه؟ هجری نه اومده است، شاید خسته شده باشد. بیا کمی بنشین راحت شو، بعد میپزی تخم رو. خوب بیا بنشین. خوش هجری؟ والدین تو ساعت چند می آیند؟ بله هجری جان، خانواده تو ساعت چند برای خواستگاری من می آیند؟ هجری؟ یا اینکه خانواده تو برای خواستگاری من نمی آیند؟ من چی گفته بودم؟ آنها نمی آیند. این گپ راست است؟ نمی آیند مگر؟ او چی خیلی نمی آینده؟ نه این چیکار است؟ چیکار است؟ ما دخترم رو میدیم آنها باشن اقلا به خواستگاری نمیاد. اوا رو بین. پدر جان، شما راضی شده بودید که ما خانه‌دار شویم. پدر و مادر من آمدنی نیستند. نمی شود به آنها دخترتان رو دید؟ این مؤذن چی گفته ایستاده است؟ یعنی ما دخترمون رو میدیم و والدینت به خواستگاری دخترمون نمی آیند؟ همین خیل قادر در عمرم این خیل پس خودم رو حس نکرده بودم. من اصلا طاقت شنیدن این رو ندارم. چه علاقه دارد مادر جان؟ به این هم هجری با خواهش خودش در خانه ما نمی ایستد مگر؟ اویله او نگوید هم چی می شود که ما کیها بزرزیم؟ سفسطه نگو دخترم، مگر این خیل کار می شود؟ پدر جان، التماس با این مادرم یگان چیز بگو، او رو راضی کن. بس هست آخر؟ من هجری رو دوست می دارم. هم تو نبره‌دار شدن نمی خواهی مگر؟ البته می خواهم دخترم، ولی مادرت نمی شود. این خیل کار نمی شود. اگر آنها آمده دخترم رو خواستگاری نکنند این توی برپا نمی شود. این رو دانستمانید. این آخران سخنم است. پدر جان، التماس یگان کار کن، او رو راضی کن. آخر هجری با تو نگفته بودم که اویلت رو راضی کنه؟ نگفتم مگر؟ هجری جان، التماس اویلت رو راضی بکن. دیگر راهی نداریم که خانه دار شویم. کنی خیس، زود رو. میدونم که تو میتوانی. من به تو باوری دارم. عشقم بخیس. تمام سنم. مایلش پدر جان، من حاضر رفته یک بار دیگر صحبت میکنم با آنها. رو. بیرو، بعدا تکبیرانی با حسیب رو میخوریم. بیرو.
سومن جان ما از این کار باید فایده کلان به دست بیاریم. اگر با فایز گیشینش نگاه کنیم بسیار خوب است. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. من مجید هستم. رفی. خوشحال شدم. من هم خیلی شاد شدم. خوشحال شدم. چیه باشه اینجا؟ این چمدان چیه؟ یکی در درونش $1,000,000 این چی خیلی عملی بود باشه؟ یگان اونتاش با دوزدوی تاریخی مانندی ندارن؟ این کلتکیل است با چه نقشه داره؟ بدبخت به این هم این سهر ای خونش گشنه سرم کرد. گشنه ایشیدم که جلوکم ای گشنگی را رو دومو حل کردیسته. یعنی یک کلکسی بسیار پرغناوتی دارد ها جناب مجید؟ بله همین خیل. ولی در کلکسیا یک نورسوگی هست. انگشترین خانم بیزنس تئادورا نمیرسد. رفی جان جناب مجید بسیار شخصی ذوق بلند داشته نیست مگر؟ راست بگوی زنک جان. با فکرم مشتری که جستجو داشتیم پیدا کردیم. تشکر میکنم بسیار نازک هستید. اجازت باشد انگشترین را دیده میتوانم؟ پول را هم آوردم. یا خدای جناب مجید شما فکر کردید که ما آن چیزی پر ارزش رو به اینجا میاریم؟ به این هم ما از کجا میدونیم که پلیس هستید؟ پلیس گفتید؟ بسیار میخندونه جنابی رفیع. پلیس هستید؟ سردارم با فکرم فهمیدند آخر مراد این وظیفه رو برباد میدهد. این وظیفه رو به من باید میدادید. ما اکتیوری تمام کردگیم. پروانه کن آرام باش. مراد این کار را حل میکند. بله جنابی رفیع من پلیس هستم. حتی در برم تجهیزات گوشکنک هم دارم. در آن ماشینی در بیرون بوده گروهی پلیس ها هستند. کمتر پس شما را دستگیر میکنند. سردارم وای دیوانه چیکار کرده شده است؟ مراد تو چیکار میکنی ها؟ یا خدایا جنابی رفیع مرا به خنده آوردید. شوخی کردم آرام باشید به خود بیایید. رفی جان از تسخری میمردم به خدا. جناب مجید خیلی شوخ بوده است همین خیلی نه؟ راست بگوی زنک جان مرا هم بسیار ترسان قریب که دلم از کار میمون. سردارم مرادم دانشکده صنعت تمام کردگه نه که زور بازی کرده. مراد تو هم انایی نیستی ها؟ توبه شما بسیار شوخ بوده جناب مجید ولی دیگر با من این خیلی شوخی ها نکنید لطفا خواهش میکنم. شد تمام قبول میدهم دیگر نمیکنم. جناب رفیع ارزشش چندی نباشد آن انگشتری را در حقیقت گرفتن میخواهم. گوش کنید جناب مجید ما پیش از همه میخواهیم که باوری حاصل نماییم. مشتریمون با این اثر پر ارزش ارزنده است یا نه؟ پول برای ما مهم نیست. ما صنعت و صنعتکارها را احترام میکنیم. همینطور نه زنک جان؟ چی گفتن میخواهید؟ یعنی پیش از همه ما میخواهیم که شما رو شناسیم. ما کسی رو که نمیشناسیم کار نمیکنیم. این بدبخت چی کار کردیستن؟ این جنگلمویی که باشه البته هیچ خیلی عملیات باشه جلوت کمای گوشنگی را سوخته ایسته میریم حسابی برادرمون شکم از هیر میکنیم. سلام علیکم چه برات سازی تنجی شوکت سومان ممنون شدم. شوکتم جنگلمو ای دست درست که بیاخل ممنونم. یه بچه چو کدی سوزی من نفهمیدم چی به مرا با واسطه داره روم جزیره. ای بچه همون منو را بیار کو ببینم چی داره. تست کی گوش نیام. شوکت تو اینجا چیکار میکنی ها؟
یکی این به من مراد گوید چی؟ آنها وضعیت را میفهمند. ای وای، اگر کیلس گوید چی؟ کی هست آخر این شفقت عملیات را برباد میدهد؟ وای بدبخت یک دیوانه محلمونه. در اینجا چیکار میکند؟ شوکت بیرو آخر از اینجا، همه را برباد میدهی تو. بیرو بیرو. یگان جا نمیرم. توش کم سیر نکنم، یگان جا نمیرم. فهمیدی؟ باز کیلس نگویی بی عقل. کیلس برادری را فراموش نکن. یا که پول دارم گفته مرا بولشون میدونی. باز مراد هم نگویی. خاموش باش، گپ نزن. بامبر با امی حالا با بدیلی خودش که کمیسره شمو کستون شبین میگه که کیسش پری پوله، نگه در کیسش یتی نداره. جناب مجید، جناب مجید، جناب شفقت رفیقتون میشود. مجیدش کیه؟ یک دقیقه جناب رفیق. جناب شوکت با من درباره زمین گپ زده بودیم. او برای زمین 10 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود، ولی من 15 میلیون دلار خواسته بودم. سودای ما نشده بود. فکر میکنم که جناب شوکت به گپی من آمد. ایت 15 میلیون امون 15 سن بته یگان چی بخرم؟ جناب شوکت آنجا صحبت میکنیم. البته چی منه جناب مجید بای. با اجازه شما من زود میایم. 15 میلیون ها. رو. چی گپ است اینجا؟ نمیدونم این آدم از کجا پیدا شد؟ این مرد شبهناک است. چی شد زبید؟ سردارم هیچ چیز رو نمیفهمم. بی عقل همه چیز رو برباد میدهی. این تخیط چی بده اونه گندوخته؟ بی عقل در طرف بی. مجیدش کیه؟ این چی گپه؟ اون نمیتو کلتگی. خب کن. یگان چیز فهمیدی؟ همین نوشنیکا پخست داره، هیچی رو نمیفهمی. خاموش. بازنامه مرا کله بدیل از خون. بازنامه مرا کلتا کلس نگویی. در کیسه هم گوش کنک است. پلیس ها مرا گوش کرده ایستادن. این بخدو قریب من ترا کلتا کله. چی گفته ایستادند آنها؟ یه جنگیلمو در همون نوشنیک تو چی آوازی که بیاد در نوشنیک من همون آواز میاد. ای تو پخست کرده من پخست میکنه. ای مراد را از آن دیوانه خلاص کرده زود باید به میز برگردد. تمام همه فهمیدم. زود دو شو از اینجا رو بکنون. تمام کمیسرم. بخشش زیاد که خطاگی کردم نفهمیدم. گوشامو میکشم دیگه خطاگی نمیکنم. دو شو. توکل به خدا کمیسر. رو زود رو از اینجا. дугонаҳо бом баро мекафонам омода бошед. бо як одам шинос шудам. ҳаёти маро наҷот дод. ӯро бояд бинед. бисёр зебо аст. номаш мурод аст. комиссар мурод. ки будааст вай одам? ман мехоҳам бинам. яъне ба наздикӣ шинос мешавед. мебинем чӣ мешавад. بخشش مسئله زمین را با وی جناب حل کردیم. با 15 میلیون دلار راضی شدیم. بیایید سر مسئله می آییم. زینب شوکت؟ چه زینب؟ شوکت بخیر است. چیکار میکنی در اینجا زینب؟ تو در اینجا نمیگشتی کو؟ یا اینکه به نزد برادرم خوراکخوری اومدی؟ برادرت؟ برادرم گفته
یعنی در این دنیای فانی همه برادریم که میگوین مومن برادر مومن است. برای همین گفتم. کمیسر مراد را در نظر داشتم. مراد گفتی؟ بله. من چرا با او خوراک میخوردم؟ یا خدایا، تو دوست داشته او نیستی؟ دوست داشته؟ از کجا برآوردی این گپ رو شوکت؟ بشخی نیستی؟ البته که نیستم. یا خدایا، این خیلی نگفت به من کو. با تو چی گفته بود که؟ مده گفت که زینب بسیار رشک میکنه، اخیر ای دسته او میگریزه میرم ایجا. مراد گفت. مراد گفت. با تو گفت؟ مده گفت. در باره من گفت؟ در باره تو گفت. اگر تو کمیسر باشی در کجا است حاضر؟ در چورای چلیشش بگرد آشخانه کارون بشتگه. زینب در اون کارون نره بو، امروز سانیتر دیدنه محکمه گل بوتا برا. ما چی گفتی اسلام؟ ایوه هیچ گپ نه، بازی برادرم زینب توی می اندازه. شوکت تو بز نبودی که؟ ایه تشکری زیاد. سلامت باشید. مگر او کمیسر مراد نیست؟ در حقیقت بچه زیبا بوده است. دختر خام شما روید، من کمی پس می آیم. مایلش. جناب مجید بسیار آدمی ثروتمند هستید، از این کار حالتون معلوم است، ولی ما هم بعضی شرط ها داریم. چه خیل شرط ها؟ جنابی مراد این خیلی سورپریزی زیبا. سلام جنابی مراد. این عملیات محو شد. عملیات نه برباد داد. این بیشرم. مراد نام قبلی هم است، مراد مجید. دوستان مرا مراد میگویند، ولی در کارنامه مجید را استفاده میبرم. خانم عالم یاردمچی من است. با ژاپنی ها ملاقات مهمی داشت ولی نمیدونستم که اینجا هستند. این عالم ببی است. عالمش کی است؟ سردار نو با محله ما اومده است، در کاشانه حسن کار میکنند. دختر بیشرم است. من محله شما را عملیات را انشالله محو نمیکند. کنی مراد یگان کار کن. خانم عالم ملاقات چخیل گذشت؟ ژاپنی ها با سازشنامه امضا گذاشتند؟ جنابی مراد من بله البته با ژاپنی ها سازش کردن بسیار دشوار است. خیر وای با فکرم در آفیس کار زیاد داری، تو بیرو من میآیم. خانم عالم در یک ملاقاتی مهمی هستم، خواهش میکنم ما را مشغول نکنید، روید. خب جنابی مراد روزتون بخیر. روز بخیر. روز بخیر. خلاص شد شوکت زبید. ما نماز میخوانیم اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قف دارد اگر آن قدر گناهی کند که بالای همین زمین هم میپوشاند، حتی تبلغ عنان السما. معذرت میخواهم جناب رفیع، صحبتمان تمام موند. درباره چی میگفتید؟ گفتید بعضی شرط های داریم. جناب مراد، جناب مجید، خیر، از همه شرط مهممون این است که ما به شخص مجرد نمیفروشیم. چخیل نفهمیدم. یعنی اگر آیله دار نباشید ما با شما آن انگشترین رو فروخته نمیتوانیم. این مسئله به خانه‌دار بودن چه علاقه‌ای دارد؟ گوش کنید جناب مجید، شاید ما آدمانی باشیم که اثرهای تاریخی رو دزدی کنیم، ولی آیله‌داری رو خیلی ارج میگذاریم. صنعت تنها در آیله خوب نگاه داشته می شود. همین خیلی جانم. درست قد کردید زنک جان. ما با شخصی که آیله دار نیست همکاری نمیکنیم. وای، عملیات برباد رفت سردار. مراد خانه‌دار نیست. خدا لعنت کند معلومات رو پر نگرفتیم، وگرنه برای مراد یک زنی ساخته پیدا میکردیم. سردارم در کاشا یگون کس بفرستیم. کی رو میفرستیم بی عقل؟
این رو ببین. او اینجاست؟ کی اینجا هست؟ این خیل خودت رو بنادونی نزن. کی می شود دیگر؟ مراد. مراد در درون است، ولی یک ملاقات مهمی داشته است. نمیخواهد که او را ناراحت کنند. حاضر من به او روزش را نشان میدهم. مشغول است میگویم. جناب مجید، شما اولاد دارید؟ وای بله. چرا در انگشتتان انگشتری نیست؟ انگشترین؟ من و همسرم انگشتری نمیگردونیم. با همسرتان شناس شدن میخواهیم جناب مجید. مایلش البته میشود. کی ما رو با همسرتان شناس میکنید؟ وای وقتی ما با شما انگشترین رو نمیفروشیم، چون که ما رو تنها با مردان اویلادار میفروشیم. وای همسری من به خارجه رفته است. این خیر باشد عذر جناب مجید. وقتی که همسرتون از خارجه برگشت بعد به ما زنگ زنید. میرویم. یک دقیقه جناب رفی. خانم سومان به کجا میروید آخر؟ حاضر روزت رو میبینی. آدمی به شرم. به همه گفتی که زینب از پسی من میدود. تو رو میکشم ابله. جواب همه این دروغگویی هایت رو میدهی. کی هست این زن؟ سردارم به فکرم این زینب است. زینبش کی است؟ زینب عروسی ماه. التماسی کارا نکن مراد. التماس میکنم مراد نکن. با تو چیکار میکنند مراد؟ نه پر سردارم. چی شد آخر؟ چرا گپ نمیزنی؟ زبانت رو خوردی؟ زنک جان تو کی از خارجه برگشتی ها؟ چی؟ زنک جان گفت من میدونستی که بدبخت زینب ای خود کردنیه. گفتم که حاضر میکنه در حق من میکنه. اگر نمیکرد چرمان در بلا گرفتار میشد. یعنی گوی چی میخواهی زبید؟ مراد این را نباید به من میکر سردارم. این را نباید در حق من میکر. این بچه دایم همین خیل میکند. ایستا چیکار میکنی؟ در رو ببند زود. سردار پیش را بنگی من وقتی مو بدبخت حساب من برابر کنم. 100 بار میگم زینب من دوست میدارم من میگیرمش. مالی میگه من دور میبینم با کفایم میرم. من میرم میکشم سردار. تو را دستبند میکنم زبید. بجای چین سلاحت را گذار. دستم رو سرده. ولی زنک جان من تو را بسیار یاد کردم. دیوانه هستی تو. دستم رو سرده. رفیق جان سرده. چقدر شیرین جنگ کرده استودن مثل گذشته ما همین طور نجونا. بله مثل سالهای جوانی خودمان بودن. دیوانه هستی تو آخر. دستم رو سر بده. زینب ما حاضر در عملیات هستیم. سردار امنیت و زبید در ماشین در بیرون بوده منتظر خودمان است. اینها باشند دزد اثری تاریخی هستند. چی؟ بله من از آنها انگشترین دزدیده را باید گیرم. در نقش ثروتمند هستم. چی خیل؟ اینها انگشترین را در حال میفروشند که من خانه‌دار باشم. یعنی باید همسرم شوی نمیفهمی؟ اصلا اگر همسرم نشوی عملیات برباد میرود. اینها را دستگیر و انگشترین را بازپس باید گیریم. با من چی خیر؟ با من چی؟ نه زینب جان نه. اگر زن نمیشوی زن میگیرم ما. زبای دیوانه مراد فرصت خوبی پیدا کرد. حاضر همش را حل میکند. نه سردارم نه. من با این هر کسی اجازت نمیدم. آخر ما قطع زینب لیلی و مجنون هستم. نمی خیلی هستم. نکی نامرد مراد در بین ما میداره. دل ما را زندگی خنک نکنه. کلی روسیا. گویا من بسیار میخوام که شوهری تو باشم. نمیفهمی مگر مسئله حیات ممات است. من هرگز همسری تو نمیشوم. زینب گوش کن. اگر همسرم نشوی برای مانع عدالت شدن دستگیرت میکنم. آخر کافی است. اینقدر صحبت‌هایتان شد فهمیدیم که یکدیگرتان را بسیار یاد کرده اید. خانم سومن راست میگوید زنک جان. شناس میکنم. همسرم زینب. من سومن. از شناسایی شدم. من هم.
من باشم رفی. شاد شدم. خانم ما با همسر شما یک ملاقات کاری میکردیم ولی خواستیم که با شما هم شناس شویم. اگر خواهید امشب به خانه شما میآییم باز به ما کلکسیاتون رو نشان میدهید. از تشریف شما خوشحال میشویم. همین خیل نیست زنک جون؟ بله مردک جون. این خیل باشد امشب با میخوریم. تا بازدید. تا بازدید. اوف جانمان خلاص شد به خدا. امشب در خوراک به خودت یگان نفری دیگر رو بیاب. زینب چون این رفتار نکن. باید در عملیات همسرم باشی. اگر مرم هم همسریتون نمیشوم. زینب التماس همسری من شو. چرا خاموشی؟ جونکم. خانم زینب لطفاً تا وقتی که این عملیات تمام میشود همسری مراد شوید. شما از من چه خواستنتون رو میفهمید جنابی مدیر؟ اگر دروغ هم باشد هرگز همسری این آدم نمیشوم. این یک ابله هست. چرا این خیل میگوید جناب مجید؟ سرم ویران شده است. با جناب مراد چی شده است؟ آخر او با آداب زیبا جنتلمن و یکی از بهترین کمیسرهای تشکیلاتمان است. تشکر زیاد سردارم. ای جنگیلمون نمیفهمی همین زینب روزی نیست تو چی مجبورش میکنی؟ میبخش کل یک کارو میکنی که آدم قهرش میکنه. زبای پسرم چی ها میگویی؟ گوش کن تا وقتی که عملیات تمام نشود اینها باید زن و شوهر باشند. همین دخترم نمیفورد تو چی مجبورش میکنی سردارم؟ زبای بسرت چی شده است؟ خانم زینب همچون یک شهروند قرض وطنداریتان را نشان دهید. یعنی جناب مدیر میدانستم که به وطنتان خدمت میکنید خانم زینب. تشکری زیاد. خوراک شام را در خانه پدری تو در قصر میخوریم. باید با آنها نشان دهیم که مراد بسیار ثروتمند است. سردارم باشد دلی من ثروتمند است. همین عملیات چی به در خانه ما میگذرونید؟ ای سردارم در این خنکی و اولاد ما را بیرون میکنین چه خیل میشود؟ یگان خانه اگه بیاین خیر نشید. اگر آخر خانه را یک ساعت خالی میکنی مگر یگان تو یا خورسندی نیست که همشان به اونجا روند؟ یک ساعت نمیدونم به می کاراتون سر مدر گرفت. به خدا هیچ نمیفورم. من با آدم های در آثارخانه بوده صحبت کرده کلیت چرا حل میکنم. اکنون چی کار میکنم؟ خیر میرویم زنک جان. برای خوراک شام باید آمادگی بینیم. مراد جان اگر یک باری دیگر زنک جان بگویی پایت رو میشکنم. حاضر مراد از سری تیر میکنم. زینب چی میگویی همکار؟ بین من و زنم نداره. بدبخت بین حالم زنم میگه. همین خیل نیست؟ تو زن من نیستی مگر؟ مراد در حسابم رسیدیم دیگه خدمت داشتن نمیشد. چیکار میکنه داخل؟ یک بار دیگه در پیش من بگیریم میپرونم. گفتم اکای کنان اکا کنان اکا کنی گپ بزن آخر قربانی چشمانه چاما مگر برای یک دختر مهر زده. سلام علیکم. و علیکم سلام. در کجا میگردی تو؟ همینجایم کو. اینجایم. جورا همین اکای کنان از صبح تو حاضر گپ نمیزند. تق نمیگوید. چه خیلی گپ نمیزند؟ اکای کنان سلام علیکم اکا. اکا برای چی گپ نمیزند؟ سایره میدیونه اکای کنان رو پسند نکرده است. اکای کنان باشد روزه گپ نزدن رو سر کرده است. голодовка اعلام کرده. روزه گپ نزدن. اما روزه گپ نزدن با روسی голодовка میشود. این بدبخت روزه رمضان رو نمیگیره. این چه روزه بو؟ من از کجا میدونم آخر؟ این آدم همکنون روزه رو میدارد. آدمایی که گرسنه نشینی اعلان میکنن شوکت میدونه چه خیلی به گپشون دراره جوره.
ای کنانی دیوونه ات خودت که سیره میده اونا تو را نگاه میکده در آینه یک بار خطا نگاه کن افتابو می رنگ قدم قربانی شوکت بشین ای قدم قربان الرژی داره شمورم شوکت شو بجویت بشین حاضر هر دویمان را میکشد خاموشی قربانی چشمانت سمی میدونی اینجا چی گپ جوره در حقیقت باور کردم که اکای کانون گشنشینی اعلام کرده گشنه بود اگه مرا میکشت خدا را شکر موی تنم سیخی است او علیکم سلام هجری بیا هجری جان اینجا بشین هجری خوش آمدی نه چی خبر هجری هجری در وقتش آمدی باور کن چیکار کردی هجری آبا این هم روزه ناشنوایی رو سر کرده باشد ها آنها هجری او هجری هجری خیلی از روزه شک شد اکا شما مرا گفتید نه این از سال که دیگه ابزده استیم چی شد از بخیر است تو هم مثل اکای کنان ملتم داری نپرس اکای شوکت نپرس آخر خانواده سنم رو روزی کردم ولی خانگی های ما هیچ روزی نمیشوند آخر من خیلی خاندار نمیشوم سری قاق مونده ای بیامون هجری از برای خدا بهودگویی نکن خانگاه دختر روزی باشه خانگاه خودتون چیکار میکنی خاندار شدن گیر اکای شوکت نمیشود مادری سنم میگوید که اگر والدانت به خواستگاری سنم نآیند دخترم را به تو نمیدهم اصلا خانگاه شما که خواستگاری نرن این عیبی ما نیست هجری بی شکل تا کنی نمیروند ها چی نگاه اکا گاب زدی کوب با خودمو رو ترسوندی با فکرم دولین یکی شوکت پس شده جین بزند کنون در درن ما جین در آوردی که چی خیلی خانواده ای تو برای خواستگاری سنم نمیروند خانواده ای تو با خواستگاری سنم میروند سیروی دیوانه باشد از من میشود آخر که کنون کار چخل میشود اینجا را خانه عقدی نکاح میکنیم بهترین فکر چخل بهترین فکر سمیر تو یکان چی فهمیدی؟ من نفهمیدم سنم و هجری شعبه عقد نکاح جوانان چخل شده؟ بهترین این عقل رو بینا اوف خدایا التماس به کمالم چیزی نشود آخر من به سرش آنقدر سخت نزده بودم کو همین خیل نگور بچه کمالم در کجا هستی؟ کمال خوب هستی؟ بسیار بخشش میپرسم از راستی من به سرت سخت زدنی نبودم یا خدایا این کی است بچه؟ خیلی این رو فهمیدیم و شما کی هستید؟ از کجایید؟ استاد نه مگر او حافظش را از دست داده است؟ نپرسا پایملیس دختر گفت که تو یک وقتی معین سرش بجاش میاد یا 2 هفته پس سوز میشده اما استادمون 3 سال اخیرش با یاد آوردن نمیتونه چی؟ 3 سال؟ کمال التماس مرا به یاد بیار لطفا بخششو مجبور نیستم که تو رو به خاطر آرم کی هستی تو؟ کمال من ملیس دوست داشتد دوست داشته من؟ بچه این چی میگوید؟ راست میگوید؟ بس کنه ده کجا این را دوست میداشتم؟ با من معقول نیست آخر
مرا گوش کن. حافظت گم شده است، چی شده است نمیدانم، ولی مرا شرمنده نکن کمال. میخواهی باز بسرت زنم؟ تو چی خیلی دختری چسبک بوده یا؟ بیایید میرویم. یا خدایا کمال، تو مرا فراموش کردن نمیتوانی. مردم زیبای محله ما، یک قرصک. آفرین احسن، بهترین. آفرین همزنید. امروز اینجا برای برپا نمودن توی برادری عزیزم هجری و دختری هم خدمتم سنم جمع آمدیم. مقصدم به نزد پدر و مادر هجری رفته آنها را راضی کنیم که به خواستگاری سنم روند. باز یک قرصک. و حاضر همراه وکیلانمان که انتخابش کرده ایم همه یک جایه شده راست به خانه جناب سعدی رفته او را راضی میکنانیم. رفیقان چی کار کردنتون رو میدونید؟ یا خدایا. جنابی کنان تو چی کار میکنی؟ چی کار کردم؟ حاضر اینها رو سیر می دیوانه شنود میدونی چی میشود؟ چی میشود آخر؟ هممون رو میکشد. اگر کشد کشتن گیرد. همتون رو میپرونم. اکنون همتون میمیرید. همتون مرا فهمیدید. دخترم با خود بیا چی کار میکنی؟ اکا خوبترش تو گب نزن. یا توبه. کنی اون رو به زمین پرت و ابله. مرا پران. تو یک طرفیست. هجری اینجا بیا. اینجا بیا میگویم. آخیر تو رو میکشم. کنی اینجا بیا. بیا پینها نشم. بادار نمیشه. هجری تو خاطر نشو، همه شام بشود. خدا که هجری هیچ چیز نمیشود. نترسید. آفرین انا همین خیر. شادی کنید. ایستد. کنعان برادرم، انشالله این سیرمی دیوانه باز به سرمان یکان بلای دیگر نمی آرد. هیچ گپ نیست. هیچ چیز نمی شود. نترسید. جناب سعدی چی جمع شدن اینجا؟ چی گپی؟ یا که خواستگاری آمدن؟ در این خانه من دختری ندارم که برای شما بودم. دختر را بعدا خواستگاری میکنیم. اول کار هجری برادرمان را حل کنیم. ببین همه این محله جمع شده است. هجری و سنم میخواهند که خاندار شوند. تو هم راضی شو. ما رفته آن دختر را خواستگاری کنیم. آخر او به هنر موافق بچه من است. شما چیکار دارین؟ تو برادرم دیوانه هستی؟ نمیخوایی که پسرت خوشبخت شود؟ چه خیلی تو آدم هستی؟ پدر و مادری دختر راضی است. تو چی میخوایی؟ نمیرم. کسی میخواد رفته خواستگاری کردن گیره. آخر به امر خدا و گفته پیغمبر خواستگاری میکنیم. دیوانه هست چی هست آخر؟ تو چه خیلی آدمی یک رو بوده ای؟ مثل گوسفند برین یک روی. کیا گوسفند گفت؟ یک سویست. او بیست بچم. شما چی گپ رو نمیفهمید؟ باید که همتون رو پرونم. سیرم دیوانه. این نباید شما رو نمیپرونم. منتظر شوید.
گرید بمبا گرزه канони девона коре ки ба ту дахл надорад мекунӣ кори худатро бикун ҳиҷриро хонадор кунед баъдан бо ту ҳам хонадор мешавед ту чиҳо мегӯӣ девона кори гум шав аз ин ҷо ҷонам барои ту як чои кабути талх дам кунам ҳа барои ҳофиза бисёр фоида доштааст кани ту як суист охир ӯ акамро чӣ кор кард акаҷон маро ба ёд дорӣ то ин дараҷа не хоҳарҷонам танҳо дар 3 соли охир чизҳои нолозимаро ба ёд надорам акаҷонам охир мелису чӣ кор карди камолро ҳама чизро фаромӯш кардааст ку ягон чиза дар хотир надорам ман танҳо бо сковородка ин хел оҳиста ба сараш задан хостам аз куҷо медонистам ки ҳофизааш гум мешавад акнун чӣ кор мекунем мелиса вай духтур гуфт ки дар муддати кӯтоҳ ҳофизааш ба ҷояш бармегаштааст хавотир нашав зубай танҳо як сковородка буд тоба мелис ҷон яке равада ҳофиза ин бача ба ҷояш барнагардана и гов набоша ки бикшем бифурӯшем як одами калон аст ира ки нигоҳ бин мекунад эй зубай иншолло ҳофизааш барнамегардаду дигар духтарамро нороҳат намекунад дигар кор надорам ки боз духтари шуморо нороҳат мекардам ака парво накун хуб шуд ки ҳофизаам гум шудааст на қасам мехӯрам ки модари ин аз худаш дилгиртар аст гуфтаҳои ӯро бубина боварам намеояд бетарбия камол бача ба маърифат бош марҳамат нӯши ҷон кунед раҳмат саломат бошед марҳамат занакҷон барои ман ҳам як чой намеорӣ охир ту чаро маро занакҷон мегӯям барои одат кардани забонамон занакҷон вазифаамонро хуб иҷро кунем ба фикрам ту ҳам забонатро ба мардакҷон гуфтан одат кунонӣ хуб аст аз оне ки туро мардакҷон дигӯям мурданам беҳтар аст ман ҳам бисёр мехоҳам ки бо ту хонадор шавам беақлу бефаросат ҳастам ки бо ту хонадор мешавам ту шавҳаратро дар як сол касалӣ дил карда мекушӣ албатта ки мекушам ин корро бина боз хонадорӣ сохта дорам насибро бин боз бо ин духтари бешарм оҳ зуҳро туро бисёр ёд кардам бо ту ҳатто хонадорӣ сохтаамон бисёр хуб буд боз хонадорӣ сохта охир боз бо ин беҳаё аҳ зиё аҳ хуб аст ки ту инро намебинӣ вагарна ин одамро зинда намемондӣ сози ихтик бо чӣ кор кардӣ духтара ба ту чӣ ҳоло ҳам намедонӣ ки байни зану шавҳар набояд дароӣ виҷдони инсоним сарта қоқоқоқ метирошам шарманда ди дунё мешай чӣ кор мекунем ҳиҷрӣ модарам мегӯяд агар ба хостгорӣ наоям туро ба ҳиҷрӣ ҳаргиз намедиҳам волидонам ба хостгорӣ салом намеравем мегӯянд ё худоё ту моро ёрӣ кун ин ду бандаатро бо ҳам расон худои ман омин ё раб дуоямро қабул кун омин биё агар ман ғолиб шавам ба хостгории санам меоед агар мағлуб шавам омода писаратро мегирӣ шоҳиде медиҳед гӯшка дар ин маҳалла касе нест ки маро мағлуб куна ин хелиш олияю чаш таваллудшидагӣ нест зарика соз қап ба гуфти ту чӣ хел қапам агар инро хел надорӣ партота намешавад нағма накун мегум соз парто зарика соз парто ду як ҳамаро мезанам ба ҳамин як ду шаш дар ҷонубзанӣ ду шаш ба ҳама меояд не ки ӯ ранги ман бозӣ карда наметонанд шуд дар бозӣ хуб ҳастӣ вале туро дигар артиши амрико ҳам наҷот дода наметавонад
هیچ میگه 5 و 3 دوستا شما با هم میرسند 6 4 4 6 6 و 5 پرتو 2 و 2 بازی تمام شده ایستاده است. اینها رو همچون دارو صبح و شام یک تا میکنی سعدی جان. چی شد؟ دوستان بازی هم تمام شد. ولی سعدی جان کرته تو دریده است چی؟ چیه کجا؟ انا این رو زیر کشت بگیر تا کرته دریده رو پوشاند. حالا همین کل دوستا دیگه همراه خانم آسیه آید منتظریم. چی با؟ با خواستگاری دخترم آید. نمیاییم. و شرط همین بود که بازی را باید دادی آخر. تو حیله‌گری کردی زری که اینه خیلی پرتفتی. من در حیاتم مثل تو بوز یک رو را ندیدم تا حال. چخیل آدمی کلغوس هستی. نه تو چخیل آدمی بیفهم هستی ها؟ خارج که دیسته هست ها؟ دختر تا خواستگاری نمیرم گفتم دیگه دهن در گب و دختر بگیره ها؟ با کی گفته استادایی تو؟ تو را گفتم چی میگوی؟ نه سنم و هجری را خودم خاندار میکنم. تو را گوشم نمیکنم. نه چل خاندار میکنی؟ اگر ما خواستگاری نریم زنی تی را چل قبول میکنه ها؟ اگر لازم شود از چمن جدا میشوم آنها را خاندار میکنم. فهمیدی؟ انا این را یک روی میگویم طلاق میکنم. قادر واه خانم چمن سنک جان تو کی را طلاق میکنی ها؟ مادر تو واقعا زنی هستی که از همه مردم بهتری. برای وصف تو سخنی نیست که بنویسم و دلم را آرام سازم. پیش این همه مردانگیت سرم خم است، اما کاش کمی از این مردانگی را به من هم می آموزاندی تا هنگامی دردهای تو را دیدنم به کار می بردم. مادر معنای زندگیم هستی. نمی توانم درد کشیدنت را تحمل بسازم. هر آهی که شبانگه از گلویت می براید و بیانگر دردهای ناگفته‌ات است مرا می سوزاند. زندگیم را تیره می سازد، اما باز لبخند می زنی و نمودار می کنی که خوب هستی. اما می دانی هر لحظه ای که از غمی زیاد پنهانی اشک می ریزی من هزاران بار می میرم. شکسته تر از هر شکست می گردم. مادر مرا ببخش که بر زمین اینقدر دردهایت باز دردم را برایت می گویم. آخر تنها تویی که تسلایم می دهی. با اون همه دردهای خودت کنار می آیی و دردی من دو چند دردهایت غمگینت می سازد. این است که تو واقعا مردی. مادر چی کنم که خداوند چون این روزگار را نصیبمان کرده است که همیشه درد را تو می کشی. گاهی فکر می کنم شاید به خاطر آن که بهش زیر پایت هست این دنیا برایت مثل جهنم شده است. اما تو نگران نباش، روزی حتما این همه دردهایت را به خدا عرض خواهم کرد. مادر براستی که مردی حقیقی آخر میان این همه درد و عذابی که میکشی مثل مردان شکست را نمیپذیری، ولی دلت همیشه بوی درد دارد. از سخنان شیرینت
بوی غصه می آید. چرا این گونه است آخر؟ تو هم حق خوب زیستن داری، تو هم باید آرام بخوابی. اما چی کنم که من نمی توانم دردهایت را با خود بگیرم؟ مادر، صدای حقیق شبانه روی بالینت که پنهانی از درد است، دردناکترین صدای زندگیم گشته است. غمانگیزترین لحظه های زندگیم آن وقتهایی است که تو از درد زیاد به خود میپیچی، ولی من به جز ریختن اشک کاری کردن نمیتوانم. مادر، مرا به خاطر این همه ناتوانیم ببخش. میخواهم برایت آنگونه زندگی بسازم که همیشه بخندی، نه اینکه منتظری خنده کسی باشی. مرا ببخش مادر. مؤلفی ترانه اسام‌الدین. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муҳосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд.